همه ما کسانی را میشناسیم که گاهی داستانهای باور نکردنی از مکانهای عجیب برایمان تعریف میکنند. برخی از آنها ادعا دارند که در طول شب صداهای عجیبی شنیدند و حتی گاهی در مورد ارواح گذشتگان با ما صحبت میکنند. چه به این داستانها باور داشته باشید چه هم نداشته باشید، یک سری مناطق متروکه وجود دارد که داستانهای ترسناک در مورد آنها گفته می شود. برخی از این داستانها در مورد ارواحی است که سالها سرگردان هستند و حتی شکنجه شدند. پس با چینل یوتیوب اتفاق برتر همراه باشید که ما در اینجا بعضی از جاذبه های ترسناک جهان را برای شما به معرفی. جزیره عروسک ها. بین تمام انسان‌های قرن حاضر ترس مشترکی از دلقک ها، عنکبوت ها و حتی پرواز وجود دارد که شاید در میان این موارد عجیبترین آن ترس از عروسک ها است. تصور راه رفتن با چشمان بیرو، خوردن و تمایل به کشتن انسان ها در خواب جزء لیست موارد است که عروسک ها را ترسناک می کند. حالا به جای یک عروسک به گروهی از عروسک ها فکر کنید که اینها همیشه در گوشه اتاقتان یا در درختان آویزان هستند و به فکر ضرر رساندن به شما هستند. بد نیست بدانید جزیره در مکزیک به نام اکسیو مالکیو وجود دارد که در آن عروسک های پلاستیکی به درختان آویزان هستند. خوشبختانه این عروسک ها قرار نیست به دنبال شما بیفتند، بنابراین از این بابت جای نگرانی نیست، اما دلیل حضور این عروسک ها کمی ترسناک است. بر اساس افسانه ها مرد جوانی به نام جولیان سانتانا به این جزیره نقل مکان می کند و بعد از مدت بدن دختری را در یک کانال نزدیک محل زندگی خود پیدا می کند که کنار او عروسک شناوری وجود داشته است. جولیان عروسک را به یاد آن دختر از نزدیکترین درخت آویزان می کند. او ادعا کرده بعد از آویزان کردن عروسک از درخت صدای قدم ها و زمزمه ها و حتی گاهی فریادهای دختری را می شنیده است. جولیان با آویزان کردن عروسک های بیشتری تلاش می کند که آن دختر را آرام کند، اما موفق نمی شود. می گویند صداهای آن دختر تا زمانی که جولیان در جنگل جان باخته ادامه داشته است. جالب اینجا است که گفته می شود جولیان توانسته بود با روح دختر ارتباط برقرار کند. در حال حاضر این جزیره یک جاذبه گردشگری ترسناک محسوب می شود و گردشگران ادعا می کنند که چشمان عروسک های آویزان هر جا که می روند آنها را دنبال می کنند. بیمارستان هیلز واولی در ایالت جنوبی جفرسون واقع شده است و در ابتدا ساختمان 2 طبقه بوده است که در آن از بیماران مبتلا به سل مراقبت می شده است. با توجه به اینکه بیشترین میزان مرگ و میر را در کشور به علت بیماری سل این بیمارستان داشت، تصمیم گرفتن این بیمارستان را گسترش دهند و هیلز واولی تبدیل به یک بیمارستان 5 طبقه برای بیماران مبتلا به مرگ سفید شد. علت شهرت سل به نام مرگ سفید این بود که زمانی که فرد به این بیماری مبتلا می شد رنگ پوست او رو به سفیدی می رفت. گفته می شود که حدود 63,000 بیمار تا قبل از اینکه این بیمارستان تعطیل شود در اینجا مردند. بعد از کشف درمان بیماری سل این بیمارستان تبدیل به تیمارستان شد. از این دوره اتفاقات ترسناک شروع شدند. بازدید کنندگان این بیمارستان ادعا می کنند که گاهی صداهای عجیب و غریب از راهروها شنیده می شود. برخی نیز ادعا می کنند که سایه هایی را در قسمت هایی از ساختمان مشاهده کردند. وحشتناکترین بخش این بیمارستان اتاق شماره 502 است. گفته می شود که این اتاق متعلق به زنی بوده که زمانی که مبتلا به بیماری سل بود باردار شد و او خود را با سیم لامپ اتاقش دار زده بود. چیچین ایتزا که مربوط به قوم مایا است، مکانی بین مرگ و زندگی حساب می شود. قوم مایا اعتقاد داشتند که مرگ راه ارتباطی بین زندگی حاضر و زندگی بعدی فرد است. آنها قربانیانی را برای خدایان خود اهدا می کردند که در این میان قربانی انسانها چیز عجیب برای آنها نبوده است.
قربانیانی که روح آنها به گفته گردشگران هنوز در این منطقه حاضر است و گویی مشغول تماشای محل قربانی خود هستند. آسایشگاه ترنس، آسایشگاهی که در سال 1864 در وسترون ساخته شد، بعدها به بیمارستان ایالتی وسترون تبدیل شد. این بیمارستان برای پاسخگویی به 250 بیمار آماده شده بود. بیمارستان بعد از گذشت مدت زمانی مجبور به پذیرش بیماران الکلی، معتادان و بیماران روانی شد. تعداد این بیمارستان به 2600 نفر رسید. بیماران و کارکنان این بیمارستان مدام در حال عذاب کشیدن بودند که گویا این عذاب بجز دلایل بهداشتی و کمبود وسایل روشنایی دلایل دیگری نیز داشته است. کارکنان این بیمارستان ادعا می کنند که روح سربازانی که در جنگ داخلی در این آسایشگاه بودند همه را وحشت‌زده کرده است. حالا علاوه بر روح سربازان، روح بیماران و کارکنان بیمارستان نیز به ترسناک بودن این ساختمان کمک می کند. عمارت سلطان. در مورد این عمارت که در فرانسه واقع شده شایعات بسیار وجود دارد. این عمارت در سال 1836 توسط مرد ترک ساخته شده است و ادعا می کرده که سلطان است. بعد از مدت اقامت در این عمارت همسایه ها به وی مشکوک می شوند. علاوه بر اینکه وی چند زن و تعداد زیاد فرزندی داشته، مهمانی های عجیبی که در آن عمارت برگزار می شد بر شک همسایه ها می افزود. مهمانی هایی که ساعت ها به طول می انجامید و در آن مهمان ها به طرز وحشتناک مواد مخدر مصرف می کردند. همچنین برخی از همسایه ها ادعا می کردند سلطان همسران و فرزندان خود را شبانه شکنجه می کند. یک روز صبح یکی از همسایه ها متوجه رد خون در کنار در ورودی می شود و به پلیس منطقه اطلاع می دهد. ورود پلیس به خانه شروع یک کابوس بود. در بخش‌های مختلف خانه قسمت‌هایی از بدن انسان افتاده بود، دست پا و بازوی قطع شده که در خون غلط می‌زدند. همان دوره که پلیس در حال بررسی صحنه جرم بود، بدن سلطان را کشف کردند که در حیاط خانه‌اش زنده به گور شده بود و فقط دست سلطان از خاک بیرون مانده بود. مردم این محله ادعا دارند که هنوز صدای فریاد سلطان و برخی دیگر از اعضای خانه در سراسر این عمارت شنیده می شود. این بود جاذبه های ترسناک در ویدیوی این هفته. تا درودی دیگر، بدرود.